بزرگترین میراث یک پدر و مادر فکر میکنید چی هست؟ یک فرزند موفق با تربیت. این موفق بودن تفسیرهای مختلفی داره. میتونه از نظر مذهبی باشه، علمی باشه، مالی باشه و هر کس هر جوری که فکر میکنه. به هر حال هر کس هر جوری فکر میکنه در جهت موفقیت فرزندش در آینده باید برنامه‌ریزی داشته باشه. آیا برنامه بدون علم و آگاهی میشه؟ پس باید هر برنامه‌ای که داریم اول خودمون آموزش ببینیم، علم و آگاهیمون رو بالا ببریم که بتونیم در جهتی که برای ما از دیدگاه ما فرزند موفقیت در آینده تربیت میکنیم در اون جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم. ولی اگر به نتیجه نرسیم اون وقت پشیمونیم و حسرت به دل میمونیم. به نظر شما خود شما از دیدگاه شما موفقیت چیه و چی کار کردی تا الان؟ چه آموزش هایی دیدی که بتونی اون بچه موفق رو تربیت کنی؟ برام بنویس. لایک و سابسکرایب شما به من انگیزه فعالیت میده.